عرض کردم آقا این امام جمعه های نمره موقت علیگدا علاوه بر فک زدن یه شغل دیگه هم دارن که اسمش شکسته بندیه. یعنی میخوان طلسم شکسته ولایت رو بند بزنن. به نمونه این هفته توجه کنید، یکی بدون شرحه. امام رهبر عزیزمون، نایب الاماممون، اماممون، مرجعمون که هم از نظر قانون اساسی ایشون خطوط اصلی نظام رو تعیین میکنن و هر کسی خلاف خطوط ترسیم شده از ناحیه ایشون رو بخواد پیش بگیره قانونی نیست، از نظر قانون اساسی قانونی نیست. و هم از این جهت که حاکم شرع است و حکم ایشون حکم امام زمان است. شما رهبر نورانی دارید، وصل است، تجارب عالی دارد، باطن امام تجلی کرده و اهل توسل و توکل است. بابا بالاخره این علیگدا کیه؟ امامه، نایب امامه، مرجعتونه، نورانیه، باطن امامه، بدلکاره. خلاصه چه ملغمه یه این علیگدا که اینجوری مجیزشو میگی؟ حالا بگو ببینم اصلا چه درد بی درمونی گرفته این سید علی که یه آبگوره گیری مثل تو باید تلمبه دستش بگیره و شروع کنه به باد کردنش؟ جریان چیه؟ بادمجون دور قابچینی رو ول کن، برو سر اصل داستان. مخالفت با او مخالفت با امام عصر ارواحنا فدا هست. خطوطی رو که ایشون ترسیم فرمودن همه را به وضوح گفتن، مردم هم به وضوح شنیدن. یکی این که مسئله هسته‌ای یک سرمایه است. آها گرفتم. پس قضیه همون قضیه زهرخوری هسته‌ایه و وضعیت دلنگون عظماست. آره، درد اینه که حرف علیگدا رو نمیخونن، واسهش ترهم خورد نمیکنن. خب تو که تا اینجا اومدی بگو ببینم چه بلایی داره سر این سرمایه هسته‌ایتون میاد؟ در این مسئله فردو هم که حالا بنا بود اونجا مرکز غنیسازی باشه، حالا تبدیل شده است به مرکز تحقیقات. در همین بیانیه لوزان عدد سانتریفیوژ هایی که گفته بودن در بدر آوردن، میگن نه اون عدد نه عدد کمتر. لذا یکی توجه به اصل این سرمایه که ملت ما سالهاست دارن شعار میدن انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست، نکنه که انرژی هسته‌ای یک شیر بیال و دم و بیخاصیت که ما دیگه غنیسازی نداشته باشیم و از نظر تامین نیازهای داخلیمون محتاج به بیگانه باشیم. این روزها رو برای کی داری میخونی؟ خب برو به اون امام و نایب الامام و الو بلو جیمبولت بگو برای اینکه انرژی هسته‌ایتون تبدیل به قاطر بیال و دم نشه بزنه زیر میز مذاکرات و همه چی رو در و داغون کنه. اگم نمیتونی مثل امام گور بگورید زهر و سر بکش. امام نمیترسید، شک نمیکرد، مایوس نمیشد و امام متزلزل و خسته هم نمیشد. اینها خاصیت عمل به تکلیفه. بعضی ها این حالت را از امام به ارث نبردن، گاهی مطالبی از امام نقل میکنن که خلاف این مسیری است که امام تا زنده بود عملاً در برابر قدرت‌های بزرگ قدرتی بود، تحقیر کننده اون قدرت‌ها بود. بگی منو با این حساب سنگاتو با اکبر کوسه هم صاف کردی ها؟ پس با این حساب نظام ولایتت خیلی خرط بخره. یه عده که از امام نایب الامامت حساب نمیبرن، یه عده هم که میترسن. امامت هم که این وسط دلنگانه، هسته‌ای هم که بیخاصیت شده، سانتریفیوژ هم که شده آب میبگیری. تو قرار بود طلسم شکسته علیگدا رو بند بزنی، اما به جاش زدی جسم ناقصش رو ناقص تر کردی که.
بله، از شلم شوربای ولایت بیشتر از این هم نمیشه انتظار داشت. خود علی گدا که گفت بنبستی در کار نیست، یعنی همش بنبسته. اونم چه بنبستی. رقصای داغ و شفاف با آقای موشکار، با آقای موشکار.